بیا یه قهوه بخوریم و در مورد سمی‌ترین کلمه‌ای که میتونی ازش استفاده کنی صحبت کنیم. ما قربانی توهمی هستیم به اسم حسش نیست و این سمی‌ترین کلمه‌ایه که میتونی استفاده کنی. حسش نیست کلمه بظاهر بی ضرر اما سمیه که هر وقت ازش استفاده میکنی باعث میشه فلج بشی و نتونی ادامه کارهای روزمرت رو انجام بدی. اینکه تصور داشته باشیم تلاش کردن، خلاقیت، یادگیری و درس خوندن فقط زمانی معنی داره که ما حوصله داشته باشیم اشتباه بزرگیه، چون حقیقت دقیقاً برعکسه. انگیزه نتیجه حرکته. تو وقتی که شروع میکنی ذهنت هم با بدنت هم راستا میشه و انگیزه از راه میرسه. وقتی درس خوندن، تلاش و یادگیری بشه روتین زندگی، دیگه دنبال حسش نمیگردی. مثل تمام کارهای روتین زندگی، دیدن دوستات، مسواک زدن، لباس پوشیدن و آماده شدن برای بیرون رفتن. تصور این که آدمای موفق انگیزه بیشتری داشتن اشتباه محضه. اونا فقط بلد بودن ادامه بدن زمانی که حسش نیست. توی کامنت ها واسم بنویس تا حالا شده حسش نباشه و یه کاری رو انجام داده باشی، نتیجهش چی شده؟